مادر نخستین رستوران در شهر پلخمری است که تمامی کارهای آن از سوی بانوان و دوشیزگان به پیش برده می شود. در کنار این رستوران یک ورزشگاه نیز برای زنان و دختران ایجاد شده است. از بودجه شخصی خودی کار کردیم تا اینکه همه خانم‌ها ببینن به مثل ما، دختر خانم‌ها به مثل ما یک تحرک داشته باشن، یک پیشرفت، یک اقدام جدید داشته باشن به کارهای خود. در همین حال شمار از بانوان و دخترانی که در این رستوران و ورزشگاه کار میکنند میگویند که پیش از این بیکار بودند اما اکنون زمینه خوب درآمد برایشان فراهم شده است. جایی است که فقط به خاطر خانم ها هست، فقط خانم ها میتونن در اینجا کار بکنه و ما از دولت هم میخوایم که خانم ها را کمک بکنه. زمین کار برای مساعد شده ولی میگم وقت بیکار بریم حال تنها بر منی بر بعض نفرای دیگه که برای وطن خود خدمت کنیم. شمار از بانوان و دختران بغلانی میگویند که اکنون با خاطر راحت به مکانهای ویژه‌شان برای غذا خوردن و ورزش رفته میتوانند. قبلا در شهر پلخمری اینطور یک چیزی قسم یک رستوران نبود. در جایی که می رفتیم رستوران بود، گاردسرا، خدمات دیگه، آشپزا کلشان مردها بودند. بله بسیار سهولت خوب است به خاطر که دیگه جای مساعد نبود که ما بریم به خاطر که رستورانش کلش همش مردا بود. مسئولان این رستوران میگویند که با ایجاد این رستوران برای بیش از 20 زن زمینه کار فراهم شده است.